زبان فارسی درس 112. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این جلسه مجموعه ای از لغات رو داریم و میخوایم روی اونها کار بکنیم. این لغات شامل اعداد، رنگ‌ها، ایام هفته و سایر لغات هستند. اسلاید اول یک 1. اسلاید بعدی 2 2 3 3. بچه توی این عدد ما 4 میخونیم ولی 4 مینویسیم، آشو نمیذاریم. 4 میخونیم، 4، ولی شما اینجا آ نمیبینید. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5. بچه توی این عدد 6 به صورت کتابی میگن 6، اما به صورت روزانه و محاوره‌ای میگن 6. حالا ما جفتش رو با هم دیگه تکرار میکنیم. 6 6 6 6 6 و حالتی که محاوره‌ای هست 6. تکرار کنید. 6 به جای 6 میگید 6 6 6. عدد بعدی 7 7 7 7 7 7 7. عدد بعدی 8 8 8 8 8 8 8. 9 9 9 9 9. 10 10 10 10 10. خب یه دور با هم مرور کنیم. من میگم، یه مکسی میدم، شما بعد از من تکرار کنید. 1. آفرین. عدد بعدی 2. بسیار عالی. عدد بعدی 3. عالیه. 4 5 6 یا 6 6 7 8 9 10. خیلی عالیه بچه ها. اسلاید بعدی من این فلش رو روی هر جا که میذارم شما بگید که این چه عددی هست.
آفرین. 6 یا 6؟ عالیه. 5. 3. 7. 10. 9. از اول با هم تمرین کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بسیار عالی بچه ها. خب اسلاید بعدی راجع به ایام هفته است. خب هر جایی که بچه ها سوالی براتون پیش اومد، هر جایی که مبهم بود توی کامنت ها از من بپرسید. ممنونم از شما. خب یک شنبه. خب بچه ها من قبل از اینکه شروع بکنم، ما این رو شنبه می نویسیم. شنبه شنبه. اما شنبه می خونیم م. شنبه شنبه. یک شنبه یک شنبه یک شنبه یک شنبه یک شنبه. Sunday. روز بعدی دوشنبه 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 دوشنبه. Monday. روز بعدی سه‌شنبه 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 سه‌شنبه. Tuesday. چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه. بچه ها اینو هم میتونیم بهش بگیم چهارشنبه، هم میگیم چهارشنبه. چهارشنبه چهار شنبه چهارشنبه چهارشنبه یا چهارشنبه. چیزی که اینجا هدف ما هستش اینه که عزیزانی که به ایران میان بتونن زبان فارسی رو صحبت کنن و زبان فارسی که میشنون رو متوجه بشن. به خاطر همین ما محاوره‌ای رو حتما روش تاکید میکنیم. چهارشنبه. پس اگر کسی به جای چهارشنبه به شما گفت چهارشنبه، فکر نکنید که یک لغت جدید هستش. چهارشنبه یا چهارشنبه. Wednesday. پنجشنبه 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 پنجشنبه. این هم همینجور هست بچه ها. هم میتونید بگین پنجشنبه پنجشنبه، هم میتونید بگین پنجشنبه پنجشنبه. انگار ج رو نمیگید. پنجشنبه پنجشنبه پنجشنبه. Thursday. روز بعدی جمعه 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 جمعه. بچه ها این رو جمعه هم میگن. هم میگن جمعه، هم میگن جمعه. جمعه 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 جمعه. هیچ فرقی نداره. Friday.
شنبه 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 Saturday. بچه یه چیزی رو خاطرتون باشه، این ترتیب بر اساس زبان انگلیسی هستش، اما توی زبان فارسی اول شنبه هست، بعد یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه. در واقع هفته در فارسی از شنبه شروع میشه، نه از یک شنبه. از شنبه شروع میشه و به جمعه ختم میشه. پس از شنبه شروع میشه، یعنی این باید بیاد این بالا قرار بگیره، یعنی توی فارسی ما میگیم Saturday، یعنی اول شنبه است، بعد Sunday، Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday یعنی جمعه و آخرین روز هفته هستش. خب بچه ها یه دور با هم مرور بکنیم. یک شنبه. بعد از من میتونی تکرار بکنی چون یه مکسی میدم. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه. خب روی هر جایی که مصر رو قرار میدم میخوام بدونم که شما تلفظ ها رو یاد گرفتین یا نه. اول شما بگید بعد من درستش رو میگم. این کلمه چیه؟ آفرین، یک شنبه. این کلمه عالیه، دوشنبه. این سه شنبه. این چهار شنبه. این پنج شنبه. این لغت جمعه و این شنبه. بسیار عالی بچه ها. باز هم سوالی بود داخل کامنت بپرسید. اسلاید بعدی مربوط به رنگ ها. میخواستم بگم اعداد. مربوط به رنگ ها. رنگ اول بچه ها قرمز، 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 قرمز. تکرار کنید. قرمز، 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 قرمز. رد، زرد، 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 زرد. یلو، صورتی، رنگ مورد علاقه دخترها. صورتی، 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 صورتی. پینک. بعدی سبز، 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 سبز. گرین. بنفش،
بنفش 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 purple نارنجی 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 تکرار کنید نارنجی 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 orange رنگ آخر آبی 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 blue خب بچه رنگا رو با هم دیگه موافقید که مرور بکنیم؟ خب من میگم شما بعد از من تکرار کنید. Repeat after me. قرمز 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 زرد صورتی سبز بنفش نارنجی آبی خب من مصر رو روی هر کلمه‌ای که میبرم اون کلمه رو تلفظ بکنید. این قرمز این زرد این صورتی سبز بنفش نارنجی آبی بسیار عالیه بچه ها. خب شروع میکنیم با چند تا دونه لغت ساده. اولی کتاب 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 book پس چی شد؟ کتاب. اسلاید بعدی خط کش 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 ruler. اسلاید بعدی مداد 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 pencil پاک کن پاک کن پاک کن پاک کن. بچه ها این لغت پاک هستش و این کن خونده میشه. پاک کن پاک کن پاک کن پاک کن پاک کن. خودکار خودکار
خودکار خودکار خودکار خودکار خودکار پن. خب بچه ها من میگم شما بعد از من تکرار کنید. خودکار پاک کن مداد خطکش کتاب. بسیار عالی. روی هر لغتی که مصر رو میبرم تلفظ بکنید، بعدش من تلفظ درست رو میگم. این خودکار پاک کن مداد خطکش کتاب. خب بریم اسلاید بعدی. عروسک 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 دول توپ 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 بال خرس عروسکی خرس عروسکی خرس عروسکی خرس عروسکی پازل 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 ماشین 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 کار. خب با هم تکرار کنیم. عروسک توپ خرس عروسکی پازل ماشین. حالا روی هر لغتی که مصر رو میبرم شما بگید، من بعدش تلفظ درست رو میگم. عروسک توپ خرس عروسکی پازل ماشین. بسیار عالی. بچه باد بادک باد بادک باد بادک باد بادک باد بادک باد بادک کایت دوچرخه 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 بایک قطار قطار قطار
قطار قطار train بازی 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 game اسکوتر 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 اسکوتر. خب من اول لغت رو میخونم، شما بعد از من تکرار کنید. بادبادک دوچرخه قطار بازی اسکوتر. حالا من مصر رو هر جایی که میبرم شما اون لغت رو تلفظ کنید، بعدش من تلفظ درست رو به شما میگم. بادبادک، آفرین. این دوچرخه، این قطار، بازی، اسکوتر. خب بچه این بخش آخر هستش، پس با هم دیگه قشنگ تمرین بکنیم تا جلسه بعدی رو هم بتونیم کنار هم دیگه داشته باشیم و لغات زیادی یاد بگیریم یا مکالمه ها. بستگی داره که شما چه چیزی رو درخواست بکنید. تخم مرغ، تخم مرغ، تخم مرغ، تخم مرغ، تخم مرغ. egg انجیر، 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 انجیر. fig بز، 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 بز. goat کلاه، 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 کلاه. hat خب من کلمه رو میگم، شما بعد از من تکرار کنید. تخم مرغ، انجیر، بز، کلاه. حالا مصر رو میبرم، شما اول بگید، من کلمه درست رو بعدش میگم. این لغت تخم مرغ، انجیر، بز، کلاه. بچه‌ها خسته نباشید. امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید. خدا نگهدار.